مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 سپتامبر سال 2023 از بازداشت باز یک مادر جوانبای کیامی با خمچه بیرحمانه لطوکوب کردن فرزندش خبر داد. در روزهای آخر این علکه دومی مورد بازداشت زنان با کیامی لطوکوب بیرحمانه کودکان در تاجیکستان است. ویدیوی دخترچه خردسال را با خمچه بیرحمانه لطوکوب کردن یک زن روز 3 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیای نویه شهر توز یک قطار چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی گذرانیده شده. زن در نوار انعکاس یافته معاین و دستگیر و به مقامات میلیسیا دستگیر کرده شد. معاین گردیده است که این نفر شهروند نور و خواهر وی مخالخوف سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیوت به نام طلبک صدرالدین فنویه شهر توز می باشد که دختر نابالغش نوردین زاده زکیه بانو سال تولدش 2022 را لطوکوب نموده است. خود خواهروی نور و برای شرح این قضیه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده مورد بررسی قرار دارد.